امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 39 از کتاب شیر سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار که یه ترانه لری هست رو با هم دیگه یاد بگیریم و نوازندگیشو با هم دیگه کار بکنیم. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که ویدیو خوب داشته باشید. قطعه شماره 39 از کتاب شیر سنتور نوازی قطعه 6-8 هست. ما قطعه 6-8 قبلا زیاد زدیم، میدونیم که معنی 6-8 اینه که در هر میزان معادل 6 تا نوت چنگ وجود داره و شمارشمون براش به صورت 6 تایی میشه. دیگه ارزش زمانی نوت‌های چنگ و دولا چنگ و سیاه نقطه دار و چنگ نقطه دار رو هم توی درس‌های قبل یاد گرفتیم. توی این قطعه نکته تئوری جدیدی نداریم، همه رو قبلا یاد گرفتیم، اما چیزی که باید بهش توجه بکنید که دقیق و صحیح اجرا بکنید، میزان اول از خط دوم که 2 تا نوت چنگ داریم و بعد 2 تا نوت دولا چنگ داریم، این معمولا هنرجا اشتباه میکنن توی اجرای این. شمارش این میزان به این شکل میشه که 1 برای چنگ اول، 2 برای چنگ دوم هست و شماره 3 باید توش 2 تا نوت دولا چنگ، یعنی اون 2 تا چپه اجرا بشه. 4 5 6 هم که برای نوت سیاه نقطه دار هست، یعنی 1 2 میشه 2 تا دو و دست راست 1 2، بعد 3 او میشه 2 تا چپ فا، میشه 1 2 3 و 4 5 6، 1 2 3 و 4 5 6. بعد بلا فاصله بعد از این 2 تا فا اون نوت ری آخر اجرا بشه، هیچ فاصله‌ای بینش نیست. بعد از اجرا شدن نوت سیاه نقطه دار ما مکس می‌کنیم. اینو حواستون بهش باشه که با دقت و با شمارش تمرینش بکنید که ایرادی توی اجراتون به وجود نیاد. حالا با هم دیگه میریم جلو از اول و اگر نکته خاصی بود باز بهش اشاره می‌کنیم. خب شروع قطعه توی میزان اول با 2 تا جفت شروع میشه، جفت سی و جفت فا. ضرب و سفید هست و بعدش یه علامت تکرار یک میزان داریم که باید 2 بار این میزان اجرا بشه و بعد از علامت تکرار باز یه جفت سی داریم. پس نوتامون میشه سی فا سی فا سی. اگه بخوایم با شمارش بزنیم میگیم هر کدوم 3 شماره ارزش داره دیگه، سیاه نقطه داره. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. این میشه قسمت اول. میزان آخر خط اول نوتامون هست دو ره می ره می ره. راست و چپش رو دقت کنید، 2 تا راست یه چپ، دوباره 2 تا راست یه چپ، پس میشه دو ره می ره می ره که بعدی علامت تکرار یک میزان هم داره. با شمارش 2 بار پشت سر هم اینو اجرا میکنیم. مواظب باشید که اینجا نوت چنگ نقطه دار دولا چنگ داریم، یعنی 1 با نصف 2 برای نوت اوله و نصفه دیگه 2 که یه او هست میرسه به نوت بعدی، میشه 1 2 و 3 4 5 6. میگیم 1 2 و 3 4 5 6 1 2 و 3 4 5 6. بله، و میزان اول خط دوم که در موردش حرف زدیم 2 2 فا فا ره، میشه 2 2 فا فا ره. راست چپ خیلی مهمه، شمارش هم همینطور میشه 1 2 3 و 4 5 6 1 2 3 و 4 5 6 1 2 3 و 4 5 6. اوکی. دو خط تکرار بسته شده، باید برگردیم از خط اول میزان آخر این قسمت رو تکرار بکنیم. من یه بار از اون قسمت دو خط اجرا میکنم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 و 4 5 6. تکرار. میریم سراغ جمله بعد. خط دوم از میزان دوم نوتامون هست ره دو سی 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 فا فا. به راست چپ توجه بکنید. ره دو سی 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 فا فا. با شمارش میزنیم 1 2 و 3 4 5 6. میزان بعد سی دو ره دو ره دو، سی دو ره دو ره دو 1 2 و 3 4 5 6. و میزان آخر خط اول سی سی فا فا دو دو فا، سی سی فا فا دو دو فا، سی سی فا فا دو دو فا. میشماریمش 1 2 3 و 4 5 6. پس میزان آخر خط دوم به این شکل در میاد 1 2 و 3 4 5 6 و 1 2 و 3 4 5 6 1 2 3 و 4 5 6. حالا خط سوم، سه میزان اول خط سوم
دقیقاً تکرار همینیه که الان زدیم، ولی آخرش یه ذره متفاوته. آخرش فقط یه دونه نوت سی سیاه نقطه داره، پس میشه یه دونه سی فقط میخوره آخرش. پس اینجا دولا خط تکرار بسته میشه، برمیگردیم از خط دوم، میزان دوم قسمت رو تکرار میکنیم. این یه عبارته که داره دو بار اجرا میشه، فقط آخرش یه ذره فرق داره، پس میشه میریم سراغ جمله بعد. خط سوم میزان آخر، نوتامون هست لا سل فا می ره دو. به راست چپ باز دوباره توجه بکنید، دو تا راست یه دونه چپ. لا سل فا می ره دو میشه 1 2 3 4 5 6. فقط شروعش عوض میشه، بقیهش تکرار جمله بالاییه. سی دو ره دو ره دو سی سی فا فا دو دو میشه. پس از خط سوم میزان آخر شد و خط چهارم میزان سوم باز دوباره همون جمله قبلی تکرار میشه. لا سل فا می ره دو سی دو ره دو ره دو. آخرش عوض میشه، خط آخر سی سی فا فا سی، با یه سی تموم میشه. پس از میزان آخر خط سوم جمله‌مون شد و آخر قطعه دو میزان آخر با 3 تا جفت جمله تموم میشه. سی فا سی سی فا سی. میشماریم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. خب من این دو قطعه رو از اول تا آخر براتون اجرا میکنم که بشنویدش. تکرار. اگه بخوایم قطعه رو با مترونوم اجرا بکنیم، سرعت قطعه 66 و مترونوم باید روی دو ضربی تنظیم بشه. سرعت 66 و دو ضربی. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. تکرار. تکرار. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.